بعد اینجوری دیگه واقعا فکرشون نمیکرد. یو سلام، چطورین بچه ها؟ خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم به یه مپ رندوم، حالا نمیدونم چه سیدیه، سیدشو که یعنی میدونم، و یعنی همینجوری یه مپ رندوم زدم بیاد و بریم تو این مپ بازی کنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. ببخشید واسه فعالیت کم دیگه، از این به بعد فعالیت زیاد شده چون امتحانات تموم شده دیگه، زیاد حرف نمیزنیم. بریم که این مپ شروع کنیم و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما اون قلب رو روشن کنید، فالو یادتون نره و نظری هم داشتین توی کامنت ها برام بگین و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب افتادیم توی یه ورد، بله چه لگی هم شد، بله افتادم توی یه ورد چیز خوب. حالش سلام، چطوری؟ What's your name؟ چه گرگی هستی؟ چرا در رو من بستی؟ فکر کردی انگشتی یا شستی؟ آخه چی میخوای؟ نه اونو نمیدم. مرغ تخم. بچه ها ببینیم چقدر شانسمون گوهه، در چه حد گوهه یعنی، و میندازم بالا، افتاد زمین خورد. اگه مرغ در اومد یعنی من قرار تو این سری خوشبخت باشم و یه سری خوب داشته باشم. اگه نخورد یعنی چیز دیگه، بدبختم. 1 2 3. من خوشبختم. بیا مرغ کجا رفت؟ ایناشش. مرغ جوجت در اومد. البته خیلی What the چقدر دیگه شما وای بکن یه بلاک اون ورتم میذاشتم. الو عنکبوت بخور توت. بندش کافی سنگ دارم فکر کنم. نمیای بالا با من؟ شکلات دارم ها. نه ایار. خب یه کولنگ، یه تبر و یه بیلم میخوای یه سیم. به به بخشت بچه بلد نیستم اون لحجه حرف بزنم. بله بابا یه بیرون. بذار کمکت کنم. بیا آقا بیا کسی منو ندید. الو. خب باید اینجا رو یه نگاهی بکنم ببینم کجایم. خب بابا اصلا دور رو نمیتونم ببینم. واسه بچه چانکمون برای یه لحظه فقط میخوام این دوروبر رو ببینم، بالا کنم. میدونم قراره بدبخت بشم ولی اوکی. چانک 12. وای الان سیستم چی؟ من سیستم دارم گوشیم میرینه. اونجا آب هست. اوکی میبرم که چیزی معلوم نیست. همون ور میریم بچه ها، همون ور رو بگیریم بریم. بمیر کسافت.
چقدر فول دمیج دارم میخورم. شت آرومتر برم. جون 3 تا دارم کلا. یه صدای اومد نمیدونم، انگار یکی رو برگای درخت راه میرفت. کسی اینجاست؟ خودشو نشون بده. اه وات؟ وای 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 وای، جون ندارم. آقا اونو کی سوزوند؟ به محیط زیست آسیب نرسانید. نه خاموشش میکنم. نجاتت دارم درخت، نجاتت دادم. اینتم بدم. ولی نه جدی بچه دور از شوخی چجوری این؟ اینجا شاید لاوای چیزی این کنارش. نه اوکی من چیزی ندارم به کار مونده. ادامه. وای شب شد. شب. نه گو خوردم دیگه. آروم من غلط بکنم سری برم. آروم. وای 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 نه گو خوردم. همینجا من بیسم فعلا میزنم. وای سه گوسفند. 2 تا پش دارم، یه دونه پش بگیرم تمومه. ایناشش. یس وای 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 یه دونه جون جون اوکی اوکی امنیم. منطق این بازی نمیدونم. خدا وکیلی از اینجا یه اسکلت بیاد تیر بزنه از اینجا چرا از اینا رد نمیشه؟ چرا؟ منطقش رو درک نمیکنم. وای آجی یادم رفت گل بکنم. پشمام یه رنگ نیستن. آخه تو کریپر چرا باید الان اینجا؟ وای آجی چی دارم که باش بتونم رنگ بسازم؟ هیچی؟ وای رنگ با چی دیگه میتونم بسازم؟ فکر کن یکم عقل داشته باش. آی کیو کجا؟ نه نگاه کن یه رنگ دیگه. وای گل تو یه گل دونت بشنم. آخ الهی خود بونت بشم بخوردم. آفرین. بودو وسایل بردار الان میمیری. یا خود نه یا پدسته بخش بچه خوش میده. من معذرت میخوام. بساز بودو. من تا قرون آخرش ازتون میگیرم. حتی این سنگا رو میگیرم. پول دادم به این والا. خب
کجا میخواستیم بریم؟ بریم پایین دیگه. آره بچه میخوام یه چیزو بهتون نشون بدم. خب مثلا ندیدم. خب شاید باور نکنید واقعا الان من چی دیدم، ولی اینو دیدم من. بابا همینجا بود به خدا. هم بچه به خدا همونجا هیرو براین. نه اون زامبیه. حاجی ریدم حاجی، ولش کن اصلا کات میکنم. تو رو من چیزی ندارم، شرمنده با همین بکشم. خب چی؟ اوکی حاجی من کلا تقاوم میزنم به خدا اصلا. اوکی اونجا. آره اونجا بچه های اونجا بیسمونو میسازیم و لذت میبریم. این از این. Let's go. حاجی برون یه غاره. شit. اوکی what؟ نیا گم شو. خیلی دلم میخواد برم مغوره، ولی فعلا چیز کنیم یه خونه موقت همینجا بزنیم. موقت که نه، برای یه بار که شده یه خونه خوشگل بسازیم. ما نظرتونه؟ یه خونه عجیب غریب. بچه من کلا خب خونایی که عجیب غریب باشن خیلی بیشتر دوست دارم. میفهم چی میگم؟ یعنی اصلا با عقل جون در نیاد. از اون خونه ها میخوام بسازم. برو. چه شب نمیشه؟ چقدر دیر شب شد. قبلا زود شب. ای بابا رانندگی هم بلد نیستم، با اینکه گواهینامه هم گرفتم ولی حاجی زغال سنگم هم افته. چرا همشو تبدیل کرد؟ اینجا زغال. اوکی زغال فعلا زیاد داریم. نکن با من بازی یا ابوالفضل. بچه چرا تا بال اتفاق خاصی نیفتاده؟ حتی به جز اون زامبیه که یه لحظه توهم زدن. اوکی
What the? بچه یکی اینجا رو بست. بچه یکی اینجا رو بست. پشمو ماجی. وای نه تو رو خدا نگو نه ماجی. بریم تختم کو. امشب جدی دارم نمیتونم تو این غار بخوابم. اینجا میخوابم. وای چه شب حاجی. میترسم. نه دیگه نه حاجی اینجا در امان نیست. اینجا الان برای من اینجا یه مکان نفرین شده است. اینجا نمیرم. از سنگا اینجا رو میکنم. والا به اونجا چیکار دارم من؟ بعد مدت های همچین چیزی دیدم حاجی ریدم تو خودم. خب تختو میکنیم از این غار کوفتی. میریم بیرون. میریم اینجا. اصلا بریم اونجا بسازیم ها. اینجا آره نظر من بهتره. اوکی. خب اول چیکار میکنیم؟ همه این چوبا رو تبدیل میکنیم. حالا چند تا شد همشون. بعد خب اینجوری اوکی. بعد اینو پوستش رو میکنیم. خب بریم چوب جمع کنیم. با چوب کم آوردم.
اوکی. خب بچه الان همه چیز حله و تنها چیزی که ما لازم داریم شنه برای شیشه که اوکی اونم جور میکنیم همین بغل پر شنه و خب حالا بگید شاید اینجا چرا اینجوریه، این چجوری میخواد راه داشته باشه. خب ما چیکار میکنیم دوستان عزیز؟ اینجا رو در میذاریم، بعد عرضم به خدمتت که این سنگا رو اینجا استفاده میکنیم اینجوری. خب بعد اینجا رو بهش خیلی بزرانه، خب دورردو میزنیم از اینجا بیرون یه خور منطقه. خب خب دیگه خورده همینجا اینجوری اینجا هم پر کنیم. از اینجا میریم تو میریم توی خونه. خب من گفتم خونه عجیب غریب دوست دارم، برای همین اینجوریه. حالا بریم دنبال شن و بریم شن جمع کنیم. اینجا فکر کنم شن دیدم، اینجا میرفتیم ماره فکر کنم شن بود. اینجا یه دوری هم اینجا بزنیم. اوه حاجی اینو پشماجی شبیه معبدی یه همچین چیزیه. اگه اونجاش بسته بود گوری یه حالت معبد طور عجب. اوکی سیر این مپم توی چیزم هست، توی توضیحات حتما میتونید بیاید توی این مپو بازی کنید. سو نراشی زنبور اصل، کندوی زنبور اصل پیدا کردم بچه ها و وارمی چی نبود و بر میگرد. گاو سلامت. آره خب بریم. چطور خره میشه سوار چم نندازی منو پشمو. چقدر من شانس دارم آجی. وای شب شده با ستاره چشمک بزن دوباره بیا با هم برقصیم. What the
حاجی قایق من پاک خورده اومده اینجا. یه اندرمن وای. وات؟ چجوری قایق من بچه؟ یه اندرمن اونجاست بچه. نگاه کن تو ویدیو الان نشون تو میدم. قایق من ای بابا این اندرمنه. قایق من اونجا بود ولی الان اونجا بود باگ خورده. مایکرافت البته باگ زیاد داره ولی بعد اینجوری دیگه واقعا فکرشون نمیکرد. اوش بچه اوی بچه میخوام ببینمش. بچه برای اولین بار میخوام ببینمش. یا اول فاز بودو ریدم به خودم. وای خدا اینجا بیا. وای حاجی اونجا وایساده. پشمه اونجا وایساده. اون درخته مگه نبود که روی واه جینم باورتون نمیشه. الان من قلبم سن انگار داره آب ازش. اوکی بچه اینه گذاشتم بپزه اینجا و سعی میکنیم تا این شیشه ها بپزن. اینجا رو هم یکم درست کنیم. قایقمو بیارم. بعد اینجا رو هم بپوشونم دیگه. اینجا چیز خاصی نیست. اینجا رو یه نه نزن جون ندارم. نزن. وای یه غذا
مثلا یادم رفت بچه اون چیز اونجا رو دیدین؟ اونجا یه تابلو بود این اومد اصلا یادم آجی نتونستم بخونم توش چی بود پشمو اونجا یک کرافتینگ تیبل بود اصلا ور نداشته بودم این هدر این نده نده پس یا ابرفز جونم یکه یا خدا امشبو خوب بخوابیم بریم فردا ببینیم نه خب داری میسوزی نیا من نمیفهم چرا In way of death اوکی چیز من هیچی ندیدم خوش بود خوش گذشت و اینو میکنم و بله میذارمش فعلا اینجا باشه میدونیم هوا چون هوا سرده بالاخره سردش میشه میدونین اینجا باشه آره اینجا باشه بهتر اونجا بیرون هوا سردش میشه آره کنارای کوهشه اینجا که چیز بود هنوز هیرو برنه یادم شان نباشه آره اینجا رو بریم ببینیم چیه اینا رو من بردارم بهتره بازی میکنم لگ میکنم چرا اوکی اینجا چیز بود نسه رسیدیم به دریا اینجا میخوره به دریا و اگه شانس هم داشته باشیم اینجا یه قصر زیردری همون اوشن مانومنت پیدا کنیم اسم گنج پیدا کنیم کشتی مقبره چیزی نوادی اوکی بلشون بس اون برگردیم اینجوری یه پارت دیگه میذاریم مخصوص گنج اینا میریم دنبال این گنجا فعلا برگردیم این پارت هم داره طولانی میشه و این پارت رو تموم کنیم لود نشده خیلی خنده لاک بود داریم میرسیم که الان دوباره میره بانجا 1 2 3 نه رویش کنم بعد اوکی بیا بیرون
ویدیو تموم کنیم دیگه. آره دیگه میخواستم بیام ویدیو رو تموم کنم اصلا یادم نبود. آره دیگه مرسی که ویدیو تماشا کردین. این هم بود از این پارت. این پارت رو بالاخره براتون طولانی کردم و بالاخره یه ویدیو طولانی گذاشتم و اینکه امیدوارم لذت برده باشید. اگه پارت بعدی رو میخواید حتما لایک کنید، کامنت و اینا فراموش نشه و بزنیم بیرون پارت تموم کنیم توی هوای باز. و آره دیگه مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و راستی این چند وقت میخوایم ولم کن بچه این تابلو تغییر زدی اینوری چیه؟ شایدم وای های اینو بکنم. وای پشتش وای مطمئنم پشتش وایساده. وای چی میخواستم نه میخواستم ویدیو رو تمام کنم. وای نکن وای پد وجی اصلا میترسم ناموز. یا اول وجی what چی شد الان نه نگو که وای نه گوه خوردم آجی. نه گوه خوردم. نه من اینو اصلا نیستم آجی. اینو اصلا نیستم. اینو عمرن. ما درش میبندیم ویدیو رو واقعا تموم کنیم طولانی تر نشه. مرسی که ویدیو تماشا کردید. اگه ویدیو دوست داشتین حتما لایک کنید، فالو و کامنت هم یادتون نره و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا بای بای.